در کار نیست. تو عقل داری چی گفته سای؟ گپ ایسو میگرزونی گپ اوسو میگرزونی در همین قصر زندگی میکنی. مادری مدره تحقیر میکنی. من اخدا چی علم بگیرم؟ من علم نگیر. من مکتب خوندگی نیستم. من فهمی چون که مادری مدره تحقیر من دشوار تربیت تمام کردگی نیستم. همین معلم بیرون کامورا بالا من روز اوای بینا. من ریش گرفتم و ریش گرفتم. ریش شما تازه کردم. برای خود جون. گرفتن گیر. مایلی ریش بگیر. مایلی گوش کن مرا. ای پلیس سویت اویلیگ نمیتین. در وجودی دای که ای خلق سویت دزی فروشی اویلیگ آدم خوب. خلا. باز کدی زور نوزاده گبزه؟ من نرمال گپ زدم. من زور نوزاده گپ نزدم. من زور نمیتونم. اینجا من نرمال گپ زدم. گوش کن مرا. میکنی آدم درو میخندی؟ آخه تو انصاف نداری. تو شیر آدم خودگی نیستی. چی خیلی تو برومده اوسال کیسه من در خواهد قصر زندگی میکنم. من ساعت پویزم دیگران سویت ندارم. ما پولی اویلیگ میتیم میگی. ای پولی زواد و فابریکا اویلیگ میتیم. اگر اونو فرزندای پرزیدنت بود اونو شرکتاشون اگر ایسی نالوگ سپرن ای نالوگای او باید ما اویلیگ گیریم. باید ما فابریکا و زواد کشیم رنگ دیگه شهرها نالوگ دیم. قرض اونو خیتایت دیم. قرض خیتای خواه نو برات بالا برومده سای هوای. خلا بولو کنم چهره تبینم قطمه اونقدر جنگ میکنی از چهره تبینم چهره من اگر من چهره من شدیم هفتشتای من میبرن ترمه میکنن اون قدر ظلم و توقی رنگی تکری بروم نگویا که ما اگم کسا تحقیر نکردم تحقیر نکه هر حوز اکه تمام کدی تمام کدی گبزانم تمام کدی تو مرا گوش کو اوقاتی گفتی که همه را اف میکنن چی میکنن اگر همه بچه باشد چوه ایزادم اون اف نمیکنن من در کجا اف گفتم اگر نه تو نبودی یا چوپلیس دیگر بود برای چه ایزادم اون برای چه دلیلی امومالی اف نمیکنن چهار تا تمام بگو چون اف میکنن چهار تا دزی که بیگناه شنوندگی انشونه همه را اف میکنن چهار تا نرکمانی که همین که گپو تا بود کدی بگو من بود چند باید من گرم میزنم یا برای چی اونو ریشش دانوفش رسیدگی زنای مردم تهمت میکنه رنگی تو نمردای برای چی نمیخزه در بورای کمپیر 82 ساله که بزدنش برای او گپ نمیزنه چرا خونه او را سینی ممکن نمیکنه او ایوبی بوتولکت برای چی او را زده او را ترمه نمیکنه برای چی دختر شهرستانی ازبیش کرده بردن قریب از نصیبت میکنه او ملیسا در آزادیان فرزندای پدری او در ترمه شتگیان برای چی نبیره کمپیر در ترمه شتگیه تو مرد شابرو گپ زن تمام کدی انا میگو که وقتی ملیسان برای محکم نمیکنه ما پریمیر میارم بچه کلوب بردن در وقت در این عدل عذاب دادن کشتن سه کس محکم کردن یا نه اگر مردم میتینگ نمیکنن معلم بیامینو همش محکم کردگی نیستن گوش کن گوش کو او دو کسی دیگه هم هست در او دلا دو کسی دیگه هم محکم کردگی نیستن ولی انمو هم اف دمه غلطن سه تاشا محکم کنن دو کسی دیگه اساسی در امی چه خیلی انسانی خیلی تا اپا گاب میزنی به استانوف که گاب زدی بود کردی به کسی که گاب زنه گاب زن گوشت کردیتن ولی معلوم قدیما صحبت که یو قطعا بچه یک دیگر صحبت دادیم گاب زدی ولی خوب قطعی تو هفته هشت داره ویدیو که من دفعش نیست که در ویدیو امضا کرده ای پلیس وید اویلیگ نمیتین پلیس وید روز در بانک اسمو رفته سای تمام کردی گپ زدن در کره ها گپ زدن ای او خدا دل گورده داری اپا میگوی چوپلوس ما اگم کسا گپ زدم یا ما اگم اخما میبرم اخیدش هستی کنم ما رنگی تو دیگه داوگه ما تو میگم که اپا تو چی میخوایی تو دشمنی ملتی تو شایخی انا ما حرموتری تو دشمنی ملتی ما ایروی نمی کلی شما به نمی روزو رسیدگی اول اگر دعوت علی شما در پیشونی تو ستیه فهمیدی اینمی تو لگن بردو تمہارا وہ تعریف ہے کہ آپا یگان کس مرا شنیده بله 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 آپا سلام علیکم مرا گوش که چوپلوس میگن چوپلوس میگن آپا جان یا دقیقه آبادیه همین مادر راست میگه هاز این قرکتش یک مادر دیگه برومدم خگریه که اینه مادر تمام دوار نداره آپا بستن ما شما دا گب نمیتیم دیگه شما دا مود گب نمیتیم برین در پیشی
همون پیشواتون گپ زنه در پیش هموار رفته گپ زدن میگیرن همراه تعریف کرده کنشا لیسیدن میگیرن ما اونجا سر شدگیم ای تعریف همو هم ای دخترای همو هم ای بچه همو ما بیزاریم اونجا ما در شما گپ نزنه او را تعریف نکنین بمانین ما درد دیل ماند ببراریم گپ زنیم که ما سویر نداریم بر پدری وطنداری تو نعلت در پدری همه امام علی نعلت ما شو ای کار میبرویم میگیم که پدر مادرمون زنگ بزنیم خطیشون گپ زنیم سویر ندارن روز و خدنای میگیریم گپ زنیم میگیم سویر ندارن چی خیلی وطن دارین شما و کدام روتون میبروین گپ میزنین شما با همین چاپلوس میگن میبروین میگن که مرا چاپلوس نگن آخه چاپلوسین بر پدری همین گپ برواردگی رحمت که شما چاپلوسین فهمیدین یا معلم میبروین کم ترک درد دیل میکنن ایش میبروین سوال جواب میته اما شما در گپ میزنم که همین معلم بیزار شدگیان ای جماعتونم ای همه چیتون میوین ای حقی طلبارم میکنین عبید پولی بته گفتگین ما با گوشای خدا ما شنیدگیم همو دولت دارو همو کارمندای دولت میوین ای قطق دیرکترو میقپن طلبارا آبونه و قور بلا و بطر 10 سمه و 5 سمه و سر میشون ما دا چای پولی بته ما دا ره پولی بته ما دا جماعت پولی بته ما دا خیلی پولی بته توکایم شما گلوین همین شما هوشیارین من نمیفهم دیگه شما را چخیل بفرمانیم ما زنکو ما مادرها شما را چخیل بفرمانیم سوید نداره یکم شما مادرها را پرسیده نمیتون شما نتین هم خیلی آدم ها دا گپه چی با میبراین گپ میزنن کسی طرفداری رحمان خواهی برا پیشش کنشه بلیسه یک چشمه هم طلبه مکتب هم بودم در جامع سویت او نبود گفتم که بیا ما ببرم گفتم عرض کنم که ما در سویت او نیسه ره رومون اساس کنن گش گفت که همو چیش میگن پرکراتورای همو ولایتی بخش گش گفت که نه گفت تعریف کردنی باشی ما تو را ره میتیم ایتک پرابلم تا گپ زدنی باشی ما تو را ره نمیتیم گفت اینا در کجا توقری میگیره ما تا هنم کن من گفتم طلبه مکتب ولی ما یگون چی را نمیدونستم او وقت ما گفتم ما چی تعریف میکنم تو ببرو گفت اینیم خیلی تو ما را ای جنگ خلاص کردی تو دست سوده که ما جنگه ایم جنگ چند بذارم ایم امام علیشم ما اوزاد ما خواستیم که ما دا سوید بتا ما دا او بتا ما را رحمون اساس کنن نیکی ما را خیست یک پرکراتور ای ولایتی بخش ولایت خطلان خیست ما را هم خیلی گپ زد این عقیب کشیدگیش کیه شما این عقیب کشیدگی چاپلوسین چاپلوس نیم مادر راست میگه ای قپش یا مادر خیست گریه کرد این ایش گریه کرده سه ایش گپ زده سه ای توکه شما نومرد میشین توکه همو را تعریف میکنه تعریف میکردگیش او دلیل همین ببرورین ای گروپ که از تابمون وایران شد ما خود موقع از تابه نداریم دیگه در این غریبی غم درد پدر غم درد اکر غم درد دودر بیزار شدیم ما اوجه توی میشم ما تویاشون نمیبینیم یا مرکه میشم مرکهشون نمیبینیم یک شایدنی و مزگرمون نمیبینیم ما اوجه سر شدگی ما توکه در غریبی میگردیم توکه توالت شوی میکنیم یا ازبکستان یک دختره که ازبکستان سینما گشت گفت که ای همه در قشقترین گفت دولت تاجیکستان ای زمین به کفر من بدرم گفت پریزیدنت شما در فکری شما نیست ای گفت همین روسیه در آمده گفت که ما را حرمت کنین ما را ایسک بد کردن ای او در نمی اومد استاز بد ما را در کدام ترقی میقپن میبرن دکمن داریم نداریم پتن داریم رجیستراسیون داریم ما را میبرن 3 ساعت 4 ساعت محکم میکنن شترف میکنن میگن که پریزیدنت شما گفت که شما خواندنی اومده این کار کنی نیومده این اینی خیلی ما را نکذت کردیسین کاش که همون امام علی میمرد همین روسیه نمیومد که ما در دیگه زکان نمیبروه دکذت کرد که پوتین که وات ببینن که خلق شما چندقش به دکمنت چندقش کار کنی اومده این دکذت کردیسته ده تی چوپلوس ده همه تون ده دکذت کردیسته دیگه شما کجا را نگاه میکنین یا سویت چیه میگه که یا گیسی روغون میگه خودش دانه میرسه گیسی روغون قزاقستان ازبکستان دیگه دولت را سیر کردیسته چی خیل مورا نمیرسه در یک ولایت 3-4 گیسه 5-6 تا گیسه
مرا خلق تاجیکستان مکنه خیلی تر میکنه اسوید شما دیده و دانیسته و ریخوی نمی چاپلوسا میخزن گپ میزنن که نه یا پروخ چون کچد میکنن شما با کدام رو تو میخزن همه گپ دروغ گپ میزنن که مادرها میخزن میگن بیزار شیدایمه به سویتی هم ایس طلبو دور نمیریم یا اپای ما 4 فرزند داره اینم قرتقش میقپم میگه ایش 10 میگه ایش 5 هر روز پول میگن ایروی چی؟ ایروی به عدالت شما دولت کدام اینا همه دولت ازبکستان همه دور نمیرن گودکاشون دا سوم میسپورن هر ماه سوم سپوریده است سمبولی که همه چشون ارزان اختیار بعد استن کی جای پورشون میرن یا میگن که دولت ما آزاده دولت ما چیه دموکراتیه دیگه دولت ها میرن آخه بیدار شدین دیگه چیکو کنن هم دولت شما میگریزن میرون مکتب گپ میزنن ایجاش هم گپ میزنن شما یه چیزی گپ زنیم که ما دا فایده باشه ما زنکو بریم همونجا دا کار کنیم استادیون ساز کرده یکش میبرای استادیون ساز کرده آخه استادیون اساس کرده این بیچاره طلبا تماشا بریم بگه بیوان پول میکنین کاش که شما دا پول بتین کاش که هر ماه رنگ روسیه دیگه دولت ها پول بتین ایجا این روسیه ازبکستان دیگه دولت ها هر ماه فرزندشون دا همین گودکای تولد میکرده گیده پول میتین وای پول که خودشا پکریوت میکنه همون گودکی تولد چیده گیره ما چی ما میمبریم ای عذاب ای کندن ای کورا میمبریم با میویا همون نولای دهنی ما را کی میکنه همون امام علی میکنه هنر نداره میگن که باید میبرم میگن که او دزدیده سیاه او خودش درک نداره چی از درک نداره دلیر امام علی را چی با بردن قلف کردن برای چی ما انام خیلی ژورنالیست احتیاج داریم حوز ما احتیاج داریم که یک تد بخیز بگو که دلیر امام علی چی گناه کرد ژورنالیست یک تد بخیز بگو که چی گناه کرد رفت چپاشیدگی خونگی را همه چی را نشان داد که چی ظلم آورده است خلق ده همه را کمیره کرد چی گناه کرد 10 سال آدم میکشن مردم 10 سالش نمیده نه که بردن همه را ترمه کردن در کجا تغری میگیره که بخیزه یا 10 آواز یا 100 آواز مرده نه مرد باشن بخیزن یا 100 آواز بتن که همه را که ببروره همه را امام علی نمیشنوه همش هم میشنوه همش هم میدونه دمادش بازاری نای چی را گرفته ندیده همه زنه که کپا کلان برومد بچه‌شا بردن ترمه کردن شوشا بردن ترمه کردن ایدر به درغش کردن همه را ندیدن نمیتونه ببروید جا را خالی کنه که یک کسی دیگه بیاید او پراولیت کنه کسی طرفداری همین رحمان فقط ده همتری افیرو ره نتن که ما دیگه عصبی آرام نداریم وارا گوش کنیم ما بیزار شدگیم تلویزیون هم میمونی سفینه و جهانمای چیزش هم میمونی امام علی بمبرن دین یکتش میگوی تابوتی امام علی را کشاله کده برده استیان ایزو نمیکشن پزار ما کده میگن که ما را شرمنده نکنید در دیگه دولت ها آخه شما ما را شرمنده کده استین یعنی ما میگن که این چی میگه این خیلی دولت داری میگه نخود میگه خیلی میگه رنگی چی تابوت میگه بکشونین میگه صورتی چطور پریزیدنت من خودم نمیدونم او چی پرزنید بود من نمیدونم من گفتم حیران صاحب فرزند شدیم صاحب همه چی شدیم نه که ندیدیم همتری چیزا و این چی قلیقه از سوید نداری تو هم خیلی جشن گرفته سین ایزو نمیکشیم بگو دادسای همش پرچم ایری کدوم چی تو میخیزن جشن میگیرین ایو دا یا لامپچکا را صورت چه میکشیدن ایو دا دستاتون رنگ پرچم میگشتن سوید گفته ما دا سوید نیستم میگفته اینی دیگر گرد اپا جان تمام کرده بچه درد دیلی ما خالی نمیشه و چاپلوس ها را رخ نکنید چاپلوس ها را رخ نکنشون دیگه تری ها را که سبون مانده شرکتی ها یک مادر برامد گریه کد بند جیگرم کند میفهمین گریه کده شما دا چیه مردکو کجا را نگه دارن که مادر ها برامدین اوژه با گریه را اومدین زور گریه میکنن شما کجا را نگه میکنین بگو مایلی اپا جان استودیا پره اپا جان دیگر را صحبتیم من آخیش بخوام بگو همه چاپلوسه که برامد همون رایت تصور که شرکتی فراز
домоди Эмомтапак барои чӣ налог намесупорад? ҳама даромади дар Тоҷикистон талабаҳои мактаб ҳамаи онаи синфи як меранд. Любой проблема даже ҳамон духтурхона равӣ ширкати Фароза пул месупоред. Барои чӣ ҳамун ширкат налог намесупорад, пули свет наметиҳанд, банкошон хусрубачаву ису усну ус самалиётошон налог намесупоранд. барои чӣ? Анаи ҳамо налог гира ами модарои мода 120 ойлик метиҳанд, пенсия метиҳанд битиҳад. Не, чиба Путин меброя гап мезанад ва бода дар прамой эфир қати халқш гап мезана. Иқа проблема мешаст раза прамой ҳамо халқшда занг мезана, ҳамо модарда занг мезана, ҳамо чиёда гап мезана. Иқа мешнава мебинан чиба гап намезан. Дар рӯи медонен чикор мекунан, я парчама меташона, я сурата меташона, ира ҷашн бигирен, ура ҷашн бигирен, ҳамо қати маҳкам мекунад делора. Эмо безурем. Кадом айнами броен канали Эмомалӣ далери Эмомалӣ журналиста бибинен як хато боша дар падари ман наълат биген. Бихезен ай пишти ҳамо хатия бики як тид бихез биген заявление бинависен ки чиба ҳамура тирма карден. Ина меброранд тона мура аҷан халос карден. Ихели наген биброем биген ки чиба саволш битен ҳамо Эмомалира. Чиба ти намедини? Чиба ҳамо чӣ гуноҳ кард ҳамура тирма карден? Гуфта саволш битен. Мондаҷи гап занапа. Гӯш метинем гап зане. Дига эс мардако меброянд чоплуси мекунанд, занако меброянд қати мо ори чоплусо гап мезанем биген. Гап занем ака гӯш мекунем. Касе чӣ саволе дора биброянд ами ман занакша шида шумо да ҷавоб метам. Кия тарафдори Эмомалӣ биброя. Биброя ман ҷавобш битам. гӯш кун як дақиқа. اینا چون نمیدونن معنای چوپلوس چیه. چوپلوس کلمه بگیم بین الخلقی هم خیلی مثل الان میگوی تلفن میبرداری هم چوپلوس های دیگه اگه نمود ترجمه و سینونیم انتونیم نداره که مثال داره بگم تعریف کنک یا نمیچی لسک مثال همین چوپلوس های اخی یا بسواده فقط همون لسیده خلاشون پریده رفت سواد در سرشون نمونده. چی را فکر میکنن؟ جنگ را فکر میکنن. شما چی آبادی دیده؟ چی آبادی دیده که سوید ندارن میگن که وطن ما آزاد و آسوده. آخه همون قناه باشه دیگه چی کار کنه؟ او آزاد و آسوده همون خلق چه یک کم ترگب میزنی میبرن در 70 ترمت داخلت میکنن چون تکیه میتن. دمادی تو بازار را گرفت چی به یگان ستیهش ندادی؟ دمادی تو چایخانه کی را دزدید دختران را میبرد چی کارا میکنه بعد شما ما میبینیم مردم خپه چی به یگان ستیهش نمیتی؟ در وقت نور نمانده. سری همون امامعلی را ببری دریا دیگه هفت گوشه بمونه خلادس میشن سگای داشت هم تاجیکستان سر میکنن. بانک شویتاری را پر نکه بمبر با او دنیا تا میبری ایق خلقت گشنه پوتین لیلی بد که مرد رفت های پاپشیش نگه میکنن و قمقش شکافه دید همون کافیر بد هم میدونیست که این دنیا یگان فایده نیست داشت پاتینکوش علیش نکه تا های پاپشیش شکاف مرد رفت نمیدونی در تباکی را بگوی ای خیلی رفتن بگیره که خلق بخیزیم نمی ما زنکا که یک 300 نفریم ده همی غریبی میخیزیم بلای او کدمنای او چیه میگیره میخیزیم دیگه بیزار شدگیم ما ای غریبیشم ای گپ شنیدنشم اسم میره ما قدر نداریم در پیش اروس و پروس اتا گذشته رفته سمداج فرزندوم در صدیق در مکتب بریم بگیریم بگیم این یارا بی وطن ندارن در گازل میشینی میگن که نمیاره چی با آوردن چی با میوین همیشه اوخه ما دردمونه کیده بگیم میگن چی با میوین دولت ما را خالی کنن بروم وطنای خودشون بروم ای خودشون آباد کنن ما بیزاریم ای میگرانت ما بیزاریم ای چورنیو میگه تو که ما گاب نشنویم ات چی خیلی اساس گذاری صلح و وحدت گفته می دهناشون پر میکنن خطیه بیت زنکو در یگان کارخانه که ایشا میخیزونم من تو را چند بار گفتم من تو را وای کردم تو وای نکه ساغر سغور تایبه را دلید که خود جورا خولی که نمیتونی همون سیم جورا گرفته همون شویتر در پولی تو همون تو دا میرستانم یا دولت ها بگی برا دیگر را بیره یا آبادش کنم
در جان ما زدیم به همین وطنداریتون بگو بانی آبادیتون و دیگرتون. سلام یعنی علیکم امروز و با رحمت گفت الله و خود ما برکاته. خدنا گرفتیم که تکلیف پدر و سلامتی مادرمون خوبم. رب زنیم سوید ندارن که سلام علیکم ما سوزی اینجا سلامتی خوبم. به خدا قسم 2 ساعت اجازه دارم. این افهم به خدا قسم بهترین گپ است، بهترین رحمت به پدر مادرش. به خدا قسم یک جهان تشکر که گپ حقیقت است. که همون چاپلوس بگو که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم بیشتر دوست می‌داره یا لعنت کرده الله و بچه مریم گرسخترم. که همون چاپلوس شنیده ایسا؟ این چاپلوس سعید همیشه تو بدرو رامو چاپلوس هم؟ این با فکرم که اولی گفت گریش گرفته شدم و تو بخیرم که گریخ برا یگان کس یگان رو نگرفتن جکوما همه شما را گوش کردیستم برادر ایسو گوشتا با چهره برو تو طرف یک گفته به ای تمہارا نده چهره